سلام دوباره. آدم پرچونه دوباره برگشت. خواستم این منظره رو با شما شیر کنم. من عاشق این هوام، با اینکه بهم اگزایتی میده ولی همیشه دوست داشتم تو این هوا قدم بزنم. ولی تو ایران هر وقت با الی حرفم میشد، حالا هر ساعتی بود، میپریدم پشت ماشین میرفتم کرج، چالوس، هراز برمیگشتم که عصبانیتم رفت. حالا این فصل در انگلستان این هوا اصلا عجیبه. این پارک بغل همیشگی خونه است که دیگه من هفته 2 بار بیشتر نمیتونم بیام. این روبرو که به اصطلاح گلای خودرو رو عمل آوردن، دیروز پر پروانه بود، اینقدر قشنگ بود. اینم سیسی خانومه، نذاشت بارونیشو تنش بکنم، الان خیس خیس شد. در صورت ببینین چقدر زیباست زهره خانم. حالا نمیدونم، شاید برای من زیباست چون 30 ساله اینجا. فعلا باید از این امامزاده خداحافظی کنم تا این مدت. تا بعد، خداحافظ.